بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أرنا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی که در خدمتتون هستم از این آخرین ساعات روز جمعه مبارک آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در آخرین آیات سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا السلام رسیدیم به آیه 50. تلاوتش را بشنویم، تلاوت 2 آیه را که هستش و بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. سرابیلهم من قطران و تغشی وجوههم النار لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.
أولو الألباب. در ترسیم منظری از قیامت راجع به کافران می‌فرماد که کافران و مشرکان و ظالمان خود از آتشین مس بسی پیرهن ببینی نمایند آنان به تن. در آتش نهفته است خود رویشان، نظر چون نمایی تو بر سویشان. که کیفر نماید یگان خدا، کسی را که کرده است کار خطا. سریع الحساب است پروردگار، حساب خلایق رسد کردگار. که قرآن یکی حجت روشن است، همین حجت روشنی که حجت تراشان و امام تراشان دروغین دادن، دو جلدشو دادن به امام دروغینی که به نام امام زمان که هرگز از مادر متولد نشده، با خودش دزدیده برده. وقتی که دنیا را به جمال خودش هم روشن میکنه، با تلمود و تورات حکومت میکنه. یک امام زمان صهیونیست. که قرآن یکی حجت روشن است که بر مؤمنان آیتی متقن است. بر مؤمنان، نه بر خرافیان و رافضیان. کسانی که هستند دارای هوش، بگیرید اندرز آن را میگوش. سرابیلهم من قطران، پیراهناشون یا به اصطلاح امروز زیر پیراهنیاشون از مس دا. و اصل قطران یه ماده بسیار بدبویی که از درخت خارج میشه و برای علاج گری شترازش استفاده میکنن. خداوند معمولاً مثالهایی رو میزنه که نسبت به ذهن عرب بادینشین نزدیک باشه. در محیط خودش اونا رو میبینه. در یک جا میفرمونده و تخشا وجوههم النار، صورتاشون رو آتش میپوشونه. معمولا انسان وقتی که گرفتار مصیبتی میشه، اولین چیزی که از خودش دفاع میکنه صورتشو میپوشونه. بلکه صورت انسان شریفترین عضو انسانه. و چطور وقتی که آتش به صورت کافران دمیده میشه، به ماجرا تخیل این موضوع خیلی سخته. در آیه دیگه میفرماد افمن یتقی بوجهی سوء العذاب یوم القیامه، کسی که از عذاب بد چهرهشو میگیره. یعنی گویا که از بس که عذاب میشه میخواد عذاب از چهرهش دور کنه و این بسیار دردناکه. در آیه دیگه میفرماد که یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، کافران، ظالمان، امام تراشان، قبر پرستان، خمینی ها، خامنه‌ای ها، سیستانی ها، بقیه دجالان و کذابان در روز قیامت با چهرهاشون به آتش انداخته میشن. از چهرهای متعدد اینجا ترسیم میکنه. ان الله سریع الحساب، همانا خداوند به سرعت حسابگره. سریع الحساب دو معنی داره. یکی این که اولا حساب مال خود خداونده، کسی دیگه کاری نیست. نه پیغمبران کاری هستند، نه امام ها، نه بزرگان، نه شهیدان. سریع الحساب یه معنیش اینه که وقتی که بندگان رو محاسبه میکنه، ذهنش رو به اصطلاح امروز، به اصطلاح بشر، چیزی مشغول نمیکنه. هیچ حسابی که حساب دیگری رو مشغول نمیکنه. شما امروز یک حسابدار رو بگی آقا لیست حسابا رو به من بدید، میگه آقا اجازه بده من حساب بکنم. خب بگه حساب من میگه نه الان من مشغولم. لیکن خداوند همه چیز منطبق به صفات خودشه، سریع الحسابه. همه بندگان را، این همه انسان از ابتدا تا انتها یک دفعه حساب میکنه.
هیچ چیزی او را مشغول نمیداره، هیچ حساب دیگه مشغول نمیداره. این یه معناه. اگه وقتی بندگان رو محاسبه میکنه سریع الحسابه. و این معنا رو شاید حسابداران بهتر از دیگران حس بکنن. ان الله سریع الحساب. معنی دیگری که از این آیه میشه فهمید و خیلی هم مهمه، انسان وقتی کار ظلمی کرد، وقتی عمل نادرستی کرد، خداوند فوری محاسبش میکنه در همین دنیا، کمرشو میشکنه. پس این دو معنیه. یکی که فوری در دنیا حسابش میرسه، حرامی میخوره دستش قطع میشه، ظلمی میکنه حسابش میرسه، ان الله سریع الحساب. یا اینکه همه بندگان و همه خلائق رو در روز قیامت به سرعت حساب میکنه. و چه بسا که انسانی قسم دروغین بخوره همونجا دستش شل میشه. ان الله سریع الحساب. این که در دنیا حساب تأخیر میفته یا فوری گرفته میشه، همشون حکمتی داره. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین. در زمین بگردید، ببینید که سرانجام مجرمان چه شده. فانظروا، این فا رو بهش میگن فای ترتیب با تعقیب. یه آیه دیگه وجود داره، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. شاید مقتضای حکمت الهی این باشه که حسابش به تأخیر بیفته. اینجا ثم میگه. یا حکمتش این باشه که فوری، ولذا فار استفاده میکنه. لیجزی کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. مجازات کردن یا پاداش دادن در این هستی که من شما هستیم امر طبیعیه. حتی کسانی که به خدا ایمان ندارن، به قیامت ایمان ندارن، وقتی قانون وضع میکنن بر هر جرمی یک مجازاتی میذارن، مجازاتی که مناسب باشه. ولذا هیچ تعجب آور نیست که خداوند خالق این هستی که نظام این هستی رو گذاشته برای عمل خیر پاداش بذاره، برای عمل بد مجازات بذاره. و اگر چون این چیزی نمی بود دنیا به فساد کشیده می شود. مؤمنان حس میکردن که خب چه سودی از ایمانشون. پس مجازات وقتی که امر طبیعیه بر کسی ظلم نمیشه. چرا؟ برای که از کسی صادر میشه که فرموده لا ظلم الیوم. امروز ظلمی در کار نیست، هیچ کسی ظلمش نمیشه. اینجا محکمه عدل الهیه. کسی که جرم بزرگی کرده خداوند مجازات بزرگی بهش میده. لیجزی الله کل نفس ما کسبت. تا هر نفسی را به آنچه که انجام داده خداوند مجازات بهش بده. یعنی هم مؤمن و هم کافر جزا و پاداش عملشو خواهد دید. کسب معمولا به چیزی میگن که بیشتر از اصل باشه. شما وقتی چیزی خودتو منع میکنید در دنیا، اجرشو در آخرت میگیرید و بالاتر از اون از اصل باشه. کسی که دنبال بدی بره گرفتار گناه بشه مؤاخذه میشه. ولذا میگه کسب سیئه، نمیگه اکتسبها. بلکه این سیئات، این گناه چنان انجام میدن که گویا براشون یک عادت شده، معتاد شدن به این گناه. وقتی این گناه انجام میده خوشحال میشه، روزه میخونه خوشحال میشه، سینه میزنه خوشحال میشه، سر قبر میره شرک میکنه خوشحال میشه. ولذا باید مجازاتشو ببینه و مجازات نیاز به حساب داره و حساب نیاز به میزان داره. مؤمن میگه که من تصدیق پروردگارم میکنم بر این که بر کسی ظلم نمیکنه. و مقصود از میزان اینجا اقامه حجته و رسولان حجت الهی بر روی زمینن.
نه امام و غیر امام. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. اما کسانی که اعمال نیکشون سنگین‌تر باشه در زندگی شادمانی هستند. در مقابل و اما من خفت موازینه فامه هاویه، کسانی که اعمالشون هواء منصورا باشه، در این دنیا عبادت‌های مندرآوردی کردن، سینه زدن، زنجیر زدن، نوحه خواندن، مثل چارپا رفتن سر قبرها، سینه خیز رفتن، فامه هاویه است، مأوایشون جهنمه. قسمت عقلی هم همین در میزان اینو مراعات میکنه. یه بار اونی که عملش سنگین میشه، اونی که عملش سبک میشه. کسانی که اعمالشون مساوی هم باشه، در صورتی که عمل خیر یکی به 10 تا 700 تا، عمل بد یکی بدی، با این حال عملشون مساوی هم باشه، اینو در سوره اعراف شرح داده. وللأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. در اعراف، نه بهشت نه دوزخ، در وسط مردانی هستند که از سیماهاشون مشخصه. ولذا چون حساب کتابش چه بسا که مردم بگن این همه بشریت حساب کتاب کردن خیلی وقت میگیره، خدا میگه نه، غصه اینو نخور، ان الله سریع الحساب. خدا سریع الحسابه. و این سرعت متناسب با قدرت مطلقه خداونده. ولذا امام علی رضی الله تعالی عنه سوال شد که چطور خداوند همه مخلوقات یک دفعه حساب میکنه؟ فرمود همچنان که یک دفعه بهشون روزی میده. چطوری بهشون روزی میده؟ هذا بلاغ للناس. این کتاب ابلاغی بر مردم. این ابلاغ دو معنی میتونه داشته باشه. یکی معنی بلوغ، معنی رشد، یکی معنی تبلیغ. یکی معنی این که این کتاب خداوند در وقت مناسب، قبل از اینکه فرصت از دست بره، قبل از اینکه امام زمان شیعه بیاد این کتاب بدوزه، به قول خودشون ببره، این حجت رو تمام کرده و همه مردم رسونده. و به مردم رسونده که در آخرت بهشت و دوزخی هست، اونجا حساب کتابی هست، بعد از زندگی مرگ هست، با عزت ذلت هست اگر تابع این کتاب نباشید. و هر کسی رقیبی داره، رقیب خداونده. هر کسی حسیبی داره، حسابگر خداونده. این ابلاغه. معنی دومش اینه که خداوند سبحانه و تعالی این قرآن رو کافی قرار داده، بلغتون للناس، براشون کفایت میکنه با اون چی که گفته. برای که این کتاب هم خودش حجته و هم پیغمبر رو حجت قرار داده و بعد از پیغمبران کسی حجت نیست. لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. شاید یک آیه در آیات قرآن در زندگی انسان رو کفایت کنه. به عنوان مثال، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، از خدا بترسید. نگفت از علی بترسید، نگفت از امام بترسید، از قبر بترسید، از امام رضا بترسید. این بت‌هایی که مشرکان امام تراش درست کردن بر مردم و اونها رو خدا کردن. اتقوا ربکم، اوست که حاضر و ناظره. از اون خدایی بترسید که شما را از یک نفس ایجاد کرده و از اون نفس همسرش رو ایجاد کرده و از آن دو مردان و زنان زیادی منتشر کرده. پس خداوندی بترسید که در روز قیامت از خویشاوندی سوال میشید. شاهد کجاست؟ آخر آیه ان الله کان علیکم رقیبا. خداوند بالا سرتونه، مراقبتونه. یعنی کسی دیگه نمیتونه مراقب باشه. هر کسی دیگه مراقب خودت بدونید، همچنان که
همچنان که بعضی صوفیان شیخهای خودشون رو مراقب انسان میدونن، شیعیان امامهای خودشون، اینا شرک مطلقه، از اسلام بوی نبردن جز اسم. رقیب فقط خداونده. الان من شما در این دنیا هستیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نمیدونه ما شما چیکار میکنیم، اما خداوند در هر لحظه رقیبه. اون چه در دل من شماست میدونه، اون چه در نیت من شماست میدونه. یا در آیه دیگه قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، همتون از این بهشت بری بیرون، بعضی از شما دشمن بعضی خواهد شد. اما یاتینکم منی هدی، وقتی که از طرف من هدایت براتون بیاد، یعنی رسولان، فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقى، کسی که از هدایت من پیروی کنه که رسولان میارانش، نه گمراه میشه نه به شقاوت میرسه. آیا این آیه کافی نیست؟ هر کدوم از این آیه کافیه. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. هر کسی از زن و مرد، از مرد و زن که مؤمن باشه، عمل نیک انجام بده، ما زندگی پاک و خوبی رو نصیبش میکنیم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، و به خاطر اعمالشون بهترین پاداش رو بهشون میدیم، چه در دنیا چه در آخرت. آیا این آیه کافی نیست؟ و من اعرض عن ذکری، هر که از ذکر من، از کتاب من، انزلنا الیک ذکر اینجا کتابه، قرآنه، هو صوفیان نیست، مست قلندران و درویشان نیست، اج رافضیان نیست، حس اهل بدعت امام تراش نیست. و من اعرض عن ذکری، هر که از قرآن من اعراض کنه، از یاد من اعراض کنه، فإن له معیشة ضنکا، زندگی سختی خواهد داشت. و نحشره یوم القیامت اعمی، و در روز قیامت کور و حشرش میکنیم. آیا این آیه کافی نیست؟ هذا بلاغ للناس. پس این کتاب بلاغی بر مردم، یعنی یکی به معنای تبلیغ، یکی به معنای بلوغ، کافیه. هذا بلاغ للناس ولینذروا به، این کتاب تبلیغی است بر مردم و با این کتابشون هشدار بده. ورزا آخرین آیات این سوره مبارکه خلاصه دعوت پیغمبرانه و مسک ختامه به سوره ابراهیم، بلکه ترکیزش، محوریتش بر دعوته. کتابی که خداوند بر پیغمبرش فرستاده و پیغمبرش را با معجزه تأیید کرده تا حامل پیام خداوند و منهج خداوند بر انسانی باشه که خلیفه در زمین. ولذا از این آیه چند استفاده میشه. اول اینکه دلالت داره که قرآن در تمام آنچه که انسان در دنیا احتیاج داره در امور دین کافیه. دوم که بیانش رسا و مفهومه، احتیاج به این امام و اون امامی که جز امام کسی نمیفهمه نداره. لیکن منتهاش اینه که باید هر طالبی، هر قرآن خوانی جد و جهد کنه و کمر همت ببنده که مقداری عربی یاد بگیره، یعنی اصول فهم عربی رو یاد بگیره تا این قرآن رو بفهمه. سومی که انذار رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ارشادش به واسطه و به برکت و به سبب همین قرآنه، بلکه قرآن بر پیامبر نازل شد که مشرف شد، بلکه فرموده ولینذروا به، با این کتاب انذار بده. این با در به بر این معنا دلالت داره. چهارمی که حق تعالی از مردم توحید و علم توحید رو خواسته، به دلیل که جمله ولیعلموا انما هو اله واحد، تا بدونند که او
تنها مشکل گشاست، تنها الهه. و این خودش رد بر اهل جبر. بسیاری صوفیان جبریان که گفتند خدا از نصارا تثلیث خواسته، از زنادقه و مجوس شرک خواسته. این آیه اونها رد میکنه. پنجمی که به جمله ولیذکر اولو الالباب، از تمام بشر تذکر خواسته، تدبر خواسته، فهم خواسته و عقل و برشان حجت قرار داده تا این کتاب بفهمند. لکن غیر از خردمند، غیر از عاقل امکان تدبر و تفکر نداره. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. انشاءالله که این آیه رو در جلسه بعد، جلسه دوم و آخرش این سوره مبارکه باشه، اگه خدا عمری داد توضیح خواهیم داد. بریم سراغ کلیپ ها. نامه سرگشاده خانواده مولوی عبدالمجید مرادزهی، روحانی بازداشتی بلوچ، خطاب به علمای اهل سنت و سازمان‌های حقوق بشر. خداوند وسیله آزادیش فراهم کنه. هر بار که ظلمی بر بلوچستان میاد، ایشون از اولین کسانی است که سینه سپر میکنه. خانواده مولوی عبدالمجید مرادزهی، روحانی سرشناس بازداشت شده بلوچ، با نوشتن نامه‌ای به خطاب علمای اهل سنت، سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی از آنان درخواست نموده تا جمهوری اسلامی را جهت آزادسازی مولوی مرادزهی تحت فشار قرار دهند. و الی الله المشتکا. 4 ماه از گروگانگیری و اسارت عالم حقوق گذشت. کسی که ندای مظلومیت مردم مظلوم و ستمدیده بلوچستان را که در جمعهای خونین زاهدان و خاش که در مصلا به رگبار بسته شدند به گوش جهانیان رسانید. مولانا عبدالمجید مرادزهی با وجود بیماری‌های متعددی که دارند، خداوند شفاشون بده، و سنشان هم بالاست، در حال حاضر در سلول انفرادی وزارت اطلاعات مشهد بازداشت و در سخت‌ترین شرایط شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دارند و از همه حقوق شهروندی که یک زندانی دارند محروم است. نزدیک 1 ماه است که با خانواده تماس نداشته و طبق ملاقات 10 دقیقه‌ای که 1 ماه قبل با داشتن حالشان مساعد نبوده، لذا خانواده و مردم بلوچستان نگران سلامت ایشان هستند. از تمام علمای اهل سنت جهان و نهادهای بین‌المللی بالاخص از مولانا عبدالحمید درخواست می‌شد که حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند که هرچه سریعاً جناب مولانا را آزاد نمایند. در غیر این صورت تداوم بازداشت جناب مولانا تبعات جانی جبران ناپذیری برای ایشان و ما خانواده خواهد داشت. از خداوند متعال درخواست داریم که ایشان را استقامت، صبر نصیب بفرماید. حسبنا الله و نعم الوکیل. لازم به ذکر است مولوی عبدالمجید مرادزهی که از روحانیان سرشناس بلوچ، از مشاوران و نزدیکان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی است که در تاریخ 10 بهمن 1401 توسط نیروهای اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های زاهدان با اتهام به واهی تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی بازداشت شد و 1 روز پس از آن به مشهد منتقل شد. بازداشت شده واکنش مردم بلوچ را در پی داشته، به طوری که هر جمعه مردم در زاهدان و منطقه اسماعیل آباد خاش با سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار آزادی روحانی هستند. بله. این مسجدی مثل که در تاجیکستان هم نگاش کنیم اگه بیاد. صرح إسلامي جديد مولته دولة قطر في قلب العاصمة الطاجكستانية دوشنبه
المسجد المركزي في مدينة دوشنبه الذي وصلت تكلفة بنائه 100 مليون دولار يقف شامخا بمآذنه المتميزة ليكون منارة تضيء. که باشه قطر همچین مسجدی در تهران درست کنه. قطر، عربستان السعودی. قلب آسيا الوسطى. يتكون المسجد الذي بدأ بناؤه عام 2009 من 4 مآذن بارتفاع 74 مترا ومئذنتين صغيرتين بارتفاع 21 مترا وقبة كبيرة جميلة بارتفاع 43 مترا و17 قبة صغيرة. حکام اهل سنت مسجد درست میکنن، رافضیان سینه‌زنی و زنجیرزنی و تروریسم راه میندازن. بارتفاع 35 مترا. تبلغ مساحة السطح الخارجي للمسجد 62393 مترا مربعا. يمكن للمسجد أن يستوعب 133 ألف مصل في نفس الوقت، منهم 43 ألف مصل داخل المسجد والباقي حوله. ومع افتتاح هذا المسجد تتجسد على أرض الواقع تحفة إسلامية جديدة في منطقة آسيا الوسطى. دوستان این خبر اومده ولی من مطمئن نیستم، لطفا تحقیق کنید درسته یا نه. ایشون نوشتند که این مولوی امروز اعدام شده. آیا این حرف درسته؟ که من اخبارش جای دیگه نخوندم. مولوی علی دوست شما کی سمادانی از شهرستان زابل امروز صبح در زندان زاهدان اعدام شد. لطف کنید ببینید این خبر درسته یا نه. حتما تا آخر گوش کنید. چشم ببینیم چی هست. خود امام حسین اگه زنده بشه در واقع خیلی تشخیص نمیده که ما داریم درباره کی حرف میزنیم و برای کی عزاداری میکنیم، از بس که دروغ و خرافه آمیخته شده به وقایع و تاریخ عاشورا. مذهب تشیع دروغ و عبادت میدونه دیگه. اونا براشون این قضایایی اگه عاشورا رو از تشیع برداری چیزی نمیمونه، میشه باقی اسلام. اینکه مثلا سپاه یزید 80,000 نفر بودن، خب این هیچ فهم عرفی نمیتونه قبول بکنه. برای مثلا 100 نفر 200 نفر آدم شما 80,000 نیرو بفرستید که چه اتفاقی مثلا بخواد بیفته، چه ضرورتی برای این همه لشکر هست. علمگردانی و صلیبگردانی. چون 10 دقیقه سعی میکنم که انشاءالله در آخر برنامه پخشش کنم. سخنرانی فرمانروا در زمان رئیس جمهوری خاتمی. لطفا این کلیپ رو انقدر تکثیر بفرمایید که خود این فرمانروا هم این کلیپ دوباره ببینه و گوش کنه. بله ببینیم ویرانی زمین از تنگ دستی مردم زمین حاصل میشه. به او دارن میگن این سرزمینی که تو داری میری اونجا اگر مردمش رو توانستی ثروتمند کنی این زمین سرزمین آباد خواهد شد. چرا خودت فقر رو منتشر میکنی بدبخت؟ اگر مردم رو فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی این سرزمین هم آباد نخواهد. این سیاست تو رفسنجانی بود. سرزمین هم ویرانه خواهد موند. اهلها مردم تنگ دست میشوند. تقصیر فرمانروایان. ایران ویران شده، تقصیر شماست دیگه. فقر مردم گناه فرمانروایان. اونا هستند که موجب فقر مردم میشن. چون به خودت بگو اینها رو بدبخت.
اونجا رو که از ثروت و منافع دست میاد او رو برای خودشون میخوان. این موجب فقر مردم میشه. ما به کدوم یکی ایمان داریم؟ ببینیم این چیه. به کدوم یکی ایمان داریم؟ یه مار دیگر رو نیش نمیزنه، ولی ما این کار رو میکنیم. یه گربه اگر یه پرنده رو شکار کنه سیر میشه، با بقیه کاری نداره. خدایا هر چی بهم میدی سیر نمیشم، در مقام رضایت قرار نمیگیرم. حیوانات به قلمروی هم احترام میذارن، ولی من هنوز ماشینم رو جلوی پل پارک میکنم، ماشینم رو توی پیاده رو پارک میکنم. ندیدی اون پلنگ گرسنه‌ای که بچه آهویی رو شکار کرد ولی ندریدش، بهش رحم کرد؟ رحم و انصاف و من دارم یا اون؟ من و تو متحدتریم یا مورچه ها و زنبورها؟ کلیپی رو براتون توی کانال گذاشتیم، فیله داره با خرطومش آشغالای توی پارک رو جمع میکنه. آقای فیل، من از تو معذرت میخوام، همه روحانیت من قبل از تو سوء تفاهم بود. سگ با وفا، اسب نجیب، کاش که ازتون پیام میگرفتم. حد اقلها رو از دست دادم و دارم دنبال حد اکثرها میگردم. ماهیه رو دیدم داره روی زمین پرپر میزنه، از اون طرف سگه داره با پاش روش آب میپاشه تا زنده بمونه. ولی من سر نوبت پزشک دعوا کردم، توی صف داروخونه دعوا کردم با توجیه این که حق منه. اگر مهربانی یک دلفین رو درک کنی دیگه نمیتونی نامهربون کنی. بابا اینا به اصول خودشون ایمان دارن، اینا به اصولشون پایبندن و اون کسی که ادای با ایمانا رو در میاره خود منم. من دارم ادای انسانیت رو در میارم. به کدوم مولی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بدون نام بردن از شخصی گفت اگر به جای شما بودم از صندلیم پایین می اومدم و در کنار مردم می ایستادم و خودم را در اختیار مردم و عقلای قوم قرار می دادم. آفرین، حرف خوبیه، حرف بسیار خوبیه. مولی عبدالحمید اسماعیلی بار دیگر تاکید کرد که این کشور به قشر و قوم و مذهب خاصی حتی اسلام تعلق ندارد و خواستار حکومتی فراگیر از همه طیف‌ها، اقوام، مذاهب شایستگان شد. این حرف سیاسیه. این کشور بله اکثر مردم مسلمانند. مولی عبدالحمید با ابراز خوشحالی، البته مقصود ایشون اینه که حکومت عادلی باشه مثل ترکیه مثلا، با ابراز خوشحالی از رونمایی موشک پیشرفته در 3 روز پیش گفت خوشحالیم که سلاح پیشرفته برای دفاع رونمایی میشد. نه، خوشحال نباشیم، این سلاح‌ها بر سر من شما فرود خواهد آمد، بر سر کردستان و بلوچستان و هر کسی که اعتراض بکنه. اما خوشحالتر میشم که به جای سلاح شکم مردم سیر شود. او گفت کسانی که در بالا هستند از درد و مشکلات مردم روستاها، شنیشنها تا تهران خبر ندارند. امام جمعه اهل سنت زاهدان و ابراز خوشحالی از تغییرات در روابط خارجی و گسترش مناسبات با کشورهای جهان پرسید چرا همین سیاست را در داخل اجرا نمی کنید
و از یک دستی مجلس و دولت و حکومت انتقاد کرد. با بیان اینکه انتقادات ما ملی و بعد منطقه‌ای است، گفت تا زمانی که مشکلات و درد وجود دارد صدای ما خاموش نخواهد شد. خدا را شکر این دفعه به شما توفیق داد که از مماشات دست بردارید و این 40 سال گذشته رو بشورید. قاضی زن، مسئولان ولایی مرزهای وقاحت را جابجا کردند. قبلا محدودیت هایی که توسط حکومتشان اعمال شده را انکار میکردند. الان نه تنها انکار میکنند بلکه آمارهای کاملا برعکس نیز ارائه میکنند. قاضی شدن و حق امضا و عنوان قاضی برای زنان قانونا در حکومت ولایت فقیه ممنوع است. آن وقت آمار میدن که 1100 زن قاضی داریم. ببینیم ایسنا از قول رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تیتر زده ما 1100 ایسنا از قول رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تیتر زده ایسنا از قول رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تیتر زده ما 1121 قاضی زن تو کشور داریم و این رو نشونه گذشته پر افتخار ولایت وقیح دونسته. دروغ که حناق نیست که بگیری ایشالله. از سال 1358 بر اساس مصوبه شورای انقلاب حق قضاوت از زنان سلب شد و بر اساس قانون قضاوت در جمهوری اسلامی در انحصار مردا در اومد. در دهه 80 مجلس با اصلاحاتی بر قانون شرایط انتخاب قضات و تصویب لایحه حمایت از خانواده جذب و به کارگیری زنان به عنوان مشاور قاضی رو ممکن ساخته و استفاده از اونها در دادگاه‌های خانواده را الزامی کردند، ولی هیچ وقت حق امضای حکم به عنوان قاضی به زنها داده نشد. زنها در قوه قضاییه تاکنون به عنوان دادیار، بازپرس، مشاور دادگاه، مستشار و معاون رئیس کل به کار گرفته شدند، ولی هرگز به جایگاه قضاوت با حق صدور رأی نرسیدند. حالا یکی از رئیس دروغگوی مرکز پژوهش‌های مجلس بخواد فقط نام یک نفر از اون 1121 قاضی زنی که ادعا میکنه رو بگه. #توف دروتون. آقای امیر هرمزگانی، مولانا طیب، چی میگه ایشون؟ و این ارادت خودم را این شکلی خدمت شما و استاد بزرگوار حضرت شیخ الاسلام عنوان میکنم. یا رب به خدایی وانگه به کمال پادشاهی از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر حضرت شیخ الاسلام بیاد. این دعا خوب نیست که از عمر ما بستان و به عمر فلانی بیاد. آدم دعای خوب بکنه. دعا خوب نه که بهشون عمر خوب بده، لیکن نه که از عمر خودت بکاره. دعای نادرستیه. آقای محمد از زابل، خدا رو شکر امشب صدا خیلی خوب است. چرا وقت برنامه کم شده؟ برای که ما مشتریان خودمون رو از دست دادیم، مشتریان قدیمی منو. آقای سناپور از دبی، فرزند امام انگوری از نوادگان حضرت کشمشی. چیه دیگه؟ امامزاده شیخ سرکه، بفرمایید. امامزاده شیخ سرکه، ها چه دنیاییه. جای تأسف است که هر دختری که خامنه‌ای اعدام میکنند اول به تجاوز میکنند. شرم‌آور است صدور مجوز تجاوز به دختران. خمینی، ببینیم این
خمینی بلا و مصیبت تاریخ ایران بود. اون طی 11 سال ایران رو به نابودی کشوند. همه آزادی‌های فردی و اجتماعی رو از بین برد. 120,000 زندانی سیاسی رو فقط تو کمتر از 7 سال اعدام کرد. فتوای قتل عام بیش از 30,000 زندانی رو تو 3 ماه صادر کرد. اون رسما مجوز تجاوز به زندانیان زن به طور خاص دختران رو قبل از اعدام صادر کرد. خمینی در نامه‌ای به زندان‌ها نوشته بود که میتونن خون زندانیان رو قبل از اینکه اعدامشون کنن بکشن. با به راه انداختن جنگ باعث کشته شدن 1 میلیون ایرانی و زخمی و معلول شدن 2 میلیون نفر شد. جنگ بیش از 1000 میلیارد خسارت به ایران زد و کمر اقتصاد رو شکست. دوران طلایی خمینی که افرادی مثل میرحسین موسوی یا خاتمی دارن تبلیغش میکنن همین دورانه. خمینی مسبب سیاه روزی ایران و ایرانیه. آقای هدایت شده هیئتی، سلام علیکم. خیر، من تحقیق کردم مولوی امروز در زاهدان اعدام نشد. خیلی متشکرم شما. آقای هدایت شده هیئتی. آقای احمد، شما شهردراز هم این رو فرستادید، همین به نقل از رصد بلوچستان که گفتی سحرگاه 18 خرداد حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان زاهدان اجرا در اومد، لیکن ایشون تاییدش این خبر فکر کنم دقیق نباشه. آقای امیر هرمزگانی، خاطره تلخ از شیخ محمد صالح پردل. یه خاطره تلخ، یه خاطره تلخ، یه خاطره تلخ. حدوداً 1-2 سال پیش دوستی به من تماس گرفت، گفت شیخ یک جلد قرآن میخوام. گفتم 10 جلد برات میفرستم. قرآن میخوای؟ سعادتی است برای من که قرآن هدیه بکنم برای شما و ببری تو خونه. من رفتم قرآن چاپخانه مدینه که دقیق ترین تو اعراب گذاری است و علمای بزرگ جهان اسلام، تنها دانشکده مستقل قرآن در دنیا و جهان اسلام، کلیت القرآن الکریم در دانشگاه مدینه است. یک دانشکده مستقل قرآنی است. 1 جلد قرآن گرفتم براش فرستادم. جوانان خوب گوش بدن. وقتی فرستادم اون برای یه دوست دیگه میخواد. وقتی فرستادم قرآن برگردوندن. خوب دقت بکنن جوانان. بالاخره چی؟ ما متوجه نشدیم آخرش چی؟ چرا ناقص فرستادید یا اینکه کلیپ سنگین بوده نرسیده؟ رصد بلوچستان، پلاکارت، ببخشید پایین تر ببینیم چی ها. پلاکارت دیگر از آزادیخانه بلوچ در مسیر بازگشت به منزل از نماز جمعه. گرچه خطرات زیادی در آزادی وجود دارد اما ما آنها را بردگی ترجیح می دهیم. این نه، در آزادی خطر وجود نداره، در بردگیه، در رسیدن به آزادی. بله، ویدیو دیگر از اعتراضات آزادیخانه بلوچ در زاهدان.
میکشم آنکه برادرم کن، میکشم آنکه برادرم کن، میکشم آنکه برادرم. خدا بالابدیمید خیر بده که تا حالا ایستاده. جمعه 19 خرداد از همراهی با در دست داشتن پلاکارتی با مضمون کلیدواژه ایران یک پارچه و تجزیه طلب برای سرکوب است به کف خیابان‌های زاهدان آمدند. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان. آیا آقایون این قسم شرکیه؟ آقای مولد حمید شما که میدونی این قسم غیر الله شرکیه، اصلاحش کن، به مردم بگو چون این قسم شرکی نخورن. در اینجا که نیست، در اینجا که قسم خونیاران نیست. آزادیخان بلوچ با در دست داشتن پلاکارت با مضمون نه به طرح استعماری توسعه سواحل مکران و شعار نقشبندی با غیرت حمایت میکنیم و شعار مرگ بر خامنه‌ای قسم به خونیاران ایستادیم تا پایان در خیابان‌های زاهدان حضور پیدا کردند. نقشبندی با غیرت حمایت میکنیم. تکبیر! قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان. برادر شهید دور به قتل ایران. برادران ارجمند، نمازگزاران محترم مسجد مکی، شعارهای سیاسیتون رو به شرک آلوده نکنید. قسم به یاران خون یاران شرکه. بگی قسم به خدای یاران مثلا. رصد بلوچستان آزادیخوان بلوچ ضمن بلند کردن پلاکارت سران احزاب یک جبهه ائتلاف از ملت‌ها تشکیل دهید برای آزادی ائتلاف دموکرات ملت‌ها در ایران با شعار ایرانی اتحاد انقلاب آزادی در خیابان‌های زاهدان حضور پیدا کردند. تکرار برنامه چه ساعتی است؟ فکر کنم این روزا تکرار نداره، نمیدونم والا. بسیاری از دوستانی همین خبر رو دارن نقل میکنن راجع به اعدام این مولوی، ولی مصدر یکیه. خب دوستان، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مراره ابن ربیع رضی الله عنهم 3 صحابی بنابر ناراستی نتوانسته که او واقعیش
بخاری و مسلم رحمت الله علیهما و سایر کتابای حدیث نقل میکنه و بسیار جالب واقعه داره. کعب ابن مالک داستان نرفتن خدا، عدم شرکت خدا در جهاد در جنگ تبوک وقتی که بیان میکنه بسیار جالب است. واقعا آنقدر درسای آموزنده